سلام، به یکی دیگه از آموزش‌های افرودیتا هاست تخصصی وردپرس خوش اومدید. من لورستانی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد نحوه کار با فایل منیجر کنترل پنل پلسک صحبت بکنم. در ادامه میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم فایل‌ها و اطلاعات مورد نظرمون رو از طریق فایل منیجر روی هاست آپلود کنیم، چطوری اطلاعات رو مدیریت کنیم، یه فایل از یه پوشه به پوشه دیگه انتقال بدیم یا اکسترکت و زیپ کنیم فولدرهامون رو. پس در ادامه با من همراه باشید. صفحه اصلی کنترل پنل پلسک رو اگر باز کرده باشین، تو همون صفحه اول میتونین گزینه فایل منیجر رو پیدا کنین. به غیر از اون اگر ستون سمت چپ روی گزینه فایلز هم کلیک بکنین، براتون فایل منیجر رو باز میکنه. من الان میتونم هوم دایرکتوری هاستم رو ببینم. برای اینکه به پوشه روت هم دسترسی داشته باشم، باید روی HTTP Docs کلیک کنم. پوشه روت توی کنترل پنل پلسک پوشه HTTP Docs هست. یعنی من اگر بخوام فایل‌های وردپرس هم رو آپلود کنم، اگر بخوام بسته نصبی نصب کنم و کلا همه فایل‌های سایت هم رو باید توی پوشه HTTP Docs آپلود کنم. حالا میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم اینجا فایل و فولدر جدید بسازیم. برای این کار باید روی آیکون به علاوه کلیک کنم و کرییت دایرکتوری رو بزنم. اینجا باید اسم پوشه دلخواهم رو وارد کنم که برام ایجاد بشه. خب اسم رو وارد کردم، اوکی رو میزنم و یه پوشه خالی برای من توی پوشه HTTP Docs ایجاد میکنه. اگرم بخوام یه فایل بسازم، مثلا یه فایل تکست اگر بخوام ایجاد کنم، باید از همون قسمت این بار کرییت فایل رو انتخاب کنم و اسم فایل مورد نظرم رو اینجا بنویسم. اوکی رو میزنم تا فایل تکست من ساخته بشه. اسمش رو گذاشتم فایل 1.txt. خب حالا اگر بخوام این فایلم رو به پوشه نیو منتقل کنم که خودم ساختمش، میتونم از کپی و موو استفاده کنم. موو فایل 1 رو برمی‌داره میذاره توی پوشه نیو، کپی ازش میسازه و به نیو منتقل میکنه. فایل 1 رو انتخاب میکنم، موو رو میزنم. حالا باید مقصدم رو انتخاب کنم، پوشه HTTP Docs و فولدر نیو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و ثبت میکنم تا فایلم رو منتقل کنه. اگر بخوام میتونم اسم فایلم رو هم تغییر بدم. برای رینیم کردن فایل کافیه توی این قسمت روبروی اسم فایل روی این قسمت خالی کلیک کنم و رینیم رو بزنم. حالا مثلا اسم فایلم رو میذارم فایل 3 و اوکی میکنم تا اسم مورد نظر من جایگزین بشه. شما اگر بخواید میتونید به دلخواهتون پوشه مورد نظرتون رو آرشیو کنین. برای این کار کافیه اون پوشه رو انتخاب کنین، از قسمت آرشیو گزینه اد تو آرشیو رو روش کلیک کنین. حالا باید یه اسم برای آرشیوم انتخاب کنم، اسمش رو زدم، اوکی میکنم و ثبت میکنم تا فایلم رو زیپ کنه. یه پوشه زیپ برام ایجاد شده از همون فولدری که خودم انتخاب کرده بودم. اگر بخوام فایلم رو دیلیت کنم، باید فایل مورد نظرم رو انتخاب کنم. اگر روی این مربعی که این بالای کلیک کنین، همه فایل رو با هم انتخاب میکنه. فایل مورد نظرم رو انتخاب میکنم و ریموو رو میزنم تا حذف بشن. خب حالا من میخوام توی روت وبسایتم وردپرس آپلود کنم. فایل وردپرس رو از قبل دانلود کردم، اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر من بخوام فولدر یا چند تا فایل رو با هم آپلود کنم، نمیتونم یه فولدر رو همینجوری انتخاب کنم و روی هاستم آپلود کنم. باید همه فولدرها رو با هم انتخاب کنم، اونا رو آرشیو کنم و بعد اون فایل آرشیو شده رو روی هاستم آپلود کنم. برای همین من اول همه فایل‌های وردپرس هم رو انتخاب میکنم، بعد روش کلیک راست میکنم و برای اینکه به آرشیو منتقل بشه از قسمت سند تو روی کامپرس فولدر کلیک میکنم. از وینرر هم میتونین استفاده کنین. اد تو آرشیو رو بزنین، فقط تو صفحه تنظیماتش دقت کنین که آرشیو فرمت رو روی زیپ قرار بدین، چون اگه با فرمت رر یه آرشیو ایجاد کنین توی هاست نمیتونین اکسترکتش کنین. برای اینکه سازگاری داشته باشه حتما فرمتش رو روی زیپ قرار بدین. اوکی میکنم و ثبت میکنم فایلم رو زیپ کنه.
خب حالا من میتونم این آرشیو رو روی هاست آپلود کنم. توی پوشه HTTP Docs روی آیکون به علاوه کلیک میکنم و آپلود رو میزنم. حالا فایل زیپی که خودم آرشیوش کردم رو انتخاب میکنم. اوپن رو که بزنم شروع میکنه با آپلود فایل. حالا باید صبر کنم تا کارش تموم بشه و فایل من به طور کامل روی هاست قرار بگیره. خب فایل من آپلود شد. حالا اگه بخوام از حالت زیپ خارجش بکنم اینو انتخاب میکنم و از قسمت آرشیو روی اکسترکت فایلز کلیک میکنم. حالا باید صبر کنم تا فایلای من از حالت زیپ خارج بشه. بعد از اینکه از حالت زیپ خارج شد میرم و حتما اون فایل زیپی که آپلود کرده بودم رو حذف میکنم تا روی هاستم نمونه و الکی فضا رو اشغال نکنه. شما هم اگر وردپرس نصب میکنین فایل زیپ اطلاعات وردپرستون رو حتما بعدش حذف کنین. توی ویدیوهایی به صورت جداگونه نحوه نصب وردپرس و نحوه نصب بسته نصبی رو به صورت کامل توضیح دادیم. میتونین اون ویدیوها رو هم تماشا بکنین. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.